فکر کنم همتون جمله از دوشنبه بدم میاد و شنیدین. حالا میخوایم درباره یکی از معروف‌ترین پرونده‌های آمریکا صحبت کنیم. نه به خاطر قتل‌هایی که انجام شده، بلکه به خاطر هدف قاتل از انجام کارهاش. برندا اسپنسر دختر 16 ساله‌ای که خونه‌شون دقیقاً روبروی مدرسه ابتدایی بود و از قضا پدرش هم برای تولدش تفنگ گرفته بوده و حتی بهش آموزش هم میداده. صبح دوشنبه 29 ژانویه 1979 از پنجره خونش با تفنگ به سمت مدرسه شلیک میکنه و نتیجه حملش 2 نفر کشته میشن. مدیر مدرسه و سرایدار و 9 تا از بچه‌ها و یک افسر پلیس هم زخمی میشن. وقتی ازش میپرسن که چرا، میگه که چون که از دوشنبه خوشم نمیاد و این باعث میشه که روز جالب سری بشه. این جمله بعدها خیلی معروف میشه و یه بند موسیقی هم اسم یکی از آهنگاشون رو میذارن I don't like Mondays. در نهایت برندا به حبس ابد محکوم میشه با امکان آزادی مشروط، ولی خب تا به الان هنوز از زندان آزاد نشده.